برادرها در راه شب در کوه موندیم. همه حافظه بود کو اگر دیده باشه در اینستاگرام همه حافظه مون زنگ زدن اینجا را گرفتن. یه چادر چیکار چادره؟ چادری سیاه چادر قشقایی اینو نه سیاه چادر باسری بهش باسری. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مخلصم شرمنده موضوع شدیم بفهمید اما که اینجا ما ایشم هم اینجا داریم. خلاصه اگر این چادر رو بینیم چادر رو بینیم چادر رو بینیم دیدیم برادر این شبا که داری چادر رو خو میری. این دو تا دلیل برای حلقه درسته. یکی زن اشعار موقع که شروع میکنه اینا بره بافتنشون میزنه مثل موسیقی خودش هم همزمان زمزمه میکنه شروع میکنه برای خوندن تو حال هوای خودش. یکی هم اکثرا زنا بچه کوچیک دارن بچه رو که میذاشتن کنارشون آرام میشه یا میبستن تو کمرشون بچه‌شون. راجب اینم کلینو گذاشتن اینم کلینو رو نمیخوام میگفتن اوشونه اینم کلینه اینا رنگ و بارشون اینم دیدم میشینه میبینن بافت ندیدی نه چخبی بافن بینی دیدی نخشون نقطه است نه نخشون نمیفهمم دلیل داشته که اینا را علمی بوده و استاد ساختتش علم کشتش بوده. این شانه قالین بافی شانه اصیل ها کرد بسیار عالی بسیار عالی با امید خدا واقعا حوازه‌ای درسته بله و دیگه هیچ هوایی داخل این نیست. کی فهمیده کم چی ورده است انا تیاقی دستش کشک نام داره کشک کلاک ما کشک میگیم من کلاک انا این زنگای مختلفی خسته میشیم مثلا بخوایم بلند شیم حالا من پیش گوسفندم نشستم بز و گوسپند و گو میخوام بلند شیم موقع میخوام بشینم با هم کمک کنم این شکلی که او بود این شکلی چوپونه بود این بود. آره دستش درست است ما واقعا خب گوسفند هستیم میخوایم یه چرت بزنیم حالا که خیلی خوابون سنگین نشه اینا اینو که هست این شکلی اینا کنیم بالش راحت میخواد این میشه بالش زیر سر ما با همین راحت یه چرت 10 دقیقه ربع ساعته میذاریم و دوره بلند آفرین کارهای خیلی بریم ما میشه گوای گوسفندی که میخوایم بگیریم بشینیم اینه برادرم دم پخت میگن زحمت کشید اسم محلی این غذا چیه؟ دم پخت گوشتی ما دم پخت ننه هم میگی دم پخت ننه همه جا زحمت کشیدن اشاعره ما مگه نه عاشق خیلی گوشت هستن بله دیگه مرد جنگجو آقا باید گوشت بخوره آقا بفرمایید که زحمت کشید میاد بیا سردش بسم الله کنیم از گوشتی گوسپند باشه گوشت بره گوشتی بره خب برادرها در اینجا در اختیار ما دادن آوردن کم کم پشه داره گفتن چادر پشه بند میخوایم بندازیم برای دوست مراد عزیز اینو به این صورت خب این چقدر که ها میریم خمون پلاتکه میزنیم کو پلاتکه میگیم این چادر توش دیگه پشه تو رو نگذار نه دیگه پشه نمیگذار خب بندازیم توش و استراحت کن زنده باشه اینو برادرها تگی چادری سیاه ده چی؟ سیاه چادر سیاه چادر از موی بز مشکی ساخته ای پشم بزو اینو برادرها خیلی پگس هر ویدیوی نو انتظار باشه اینجا اسب و دیگه نمیگم بقیه‌اش بقیه شد انتظار شما پردو بچه ساعت یک شود این مرغ بینید بیتوره این خپس بامداد میشه چی بنا
تاکی چودر ده این پشخونه گزم گفتم چودر هی مرغ مرجان همه موقع ما مرجان میگیم مرغ مرجان اینو ما سسرکه میگیم سسرکه چی؟ سسرکه ما میگیم سیساک هم میگیم مازندران سرسک صبح بخیر دوستان عزیز ببینین این ما کپه میگیم بای میکر مرغا رو بی نه بینید سهر روز قطین مادرمون نگاه کنین که با نام پخته است اینا نگاه نام پذیر بینید در خما چالپک میگیم کو یا که نانی چپاتی میگیم این بسم الله الرحمن الرحیم اینه بینید نانی چالپک میگیم اینه اینجا در توسنگ بسم الله علی با همراه زن علی نه علی جان این طرف کجا بود؟ اون بر تخت جمشیده این طرف تخت جمشید نقش این با این طرف نقش رستم دیدم برادر دیگه شله ولی صرف خرچ و خیلی شل شدنش هم راحت درست این بستگی به این تنابی داره این از چی درست شده؟ مو باز مو باز درست بهترین این کارا رو ما در خردسالی کردیم راستی گپ در خردسالی کارا رو کردیم تا وقتی که ما دانشگاه آمدن همین بندهایی که ای خیل میگیم یا که پشم میگیم ای پشم گوسپند و پشم بز میکنن یعنی نمی سیاه چادر مرا در خاطرم هست این سیاه چادر رو ما خردسال بودم در خاطرم هست در دهه های ما بود این زمان نیست دیگه تمام شد نیست زندگی اشاعری کاملا نام توش بزرگ شدم و ترجمه دارم داستان دیگه یعنی چادر سیاه در بود هوای توزن مادرجانمون یک خوراک واردگمونه که 1000 رحمتش گفتیم اینه چلپکای خوش بختگی اینه تخلپک میگیم اینه ایش تخمه بیریون اینه اصاب همه چره موش زورش همیه گوش نونو نم بزنم ما تو درمان نم میزنیم توی عزیز در این نزدی چادر سیاه چی های اینا دیدم اینه ما در زمانهای قدیم مشک میگفتیم مشک دوغ انا برادر از مشک دوغ دیده بنده مشکم زنجیره چوب مشکم انجیره های های دو های های دو های های دو دوغش مهله چپونه تیرش مهله گونه های های دو های های دو های دو های 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 و که دیگه جای گب نیست نمیتونه کنی های دوغ انا مشک دیدم ای پوست گوسپند میشود درست همه چلو یعنی دوغ مشکی دوغ میگن اینا های دوغ
دوغوش حقی دهقانای مهمانای دوغوش حقی دهقانای میخوردگیش مهمانای. گفتم خیلی سرود خونده. اینا وارکا در این باد هوای تازه در این طبیعت زیبا حلاوت میبری. اینا دیدیم برادران مشکی دوغا. در آخر بازم چی گفتنیم همیو رو هم ماشه پرش هم میتونه که در یوتیوب تماشا کنی. خدا نگهبان تو. یه ازشون رو پودر دیگه تهش میکنی بعد پودر روش میکنی. لباسشون اهمیت دادن. لباسای ملی که میگه از خوردی تا به حاضر فقط هم خیلی لباس میپوشن. لباسشون رو نمیبرن. انجامشون هم وقت در برشون کارشون خودیم بافی. آیا اخیر ما بگیم این پیچکه در زمستان پیچکه خونه رو بینید. این برادرها در که اینا خیلی بومگردی کرده. یعنی بومگردی میگن. یعنی خونه های دورای قدیم خودشونه همه خیلی کده موندگی هن. اون آدم های دوری پیش ببینن یا که حاضره بیاد باید بدونن که هم خیلی زندگی داشتن. هم خیلی یعنی یا شبیه بومگردی نماش. هم خیلی خونه بسیار هست. میایی اجاره میگیری زندگی کردن میگیری. خواهی هی نمای تگی نمایو نخواهی خونه درست زمانوی کدگی های مقصد حاجت خونه همش درست هست. گله همسایه درسته. حالا یه هفته 10 روز باز امونت دست همسایه بود تا این از شیر مادرش ها دیگه نخورد. یا اگه بره میوردن که بعدش باز تکرار میکرد مثلا تو 20 بره ممکنه یه بره رگاب نشده باشه میوردن یک کیسه درست میکردن. زنالی کفش باتی میلازه از این بر از این چوب تاقه من یک روزی بودم. دیگه همین خیلی گشتیم که باور میکنی دیگه نمیدونم دیگه نامش چیه و همه قسمت میدونم که ایران داریم خلاصه ایگه همین که بدرویم آره میگم چی میخریم و با حرکت میکنیم شکل خراب. خب خیلی